ای علما، ای طالب علم، به همون مثال آورده الله که کسی که علم خواند و عمل نکند به مانند یک خری هست که به بالش کتاب برداشته شده است نباشید. هر عالمی که دعوای علم بکند، هر کسی که دعوای عالمی بکند و بعد از این پیروی از هوا و هوسش بکند، پیروی از غیرش در حکم الله نازل کرده، در غیر حکم الله نازل کرده باشد، طاغوت پرست در جانب طاغوت باشد، پیروی از کسی بکند که حلال الله حرام، حرام الله حلال میکند، اعوذ بالله، این طاغوت پرست و گمراه است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوی، مجموع الفتوى مجله 35 صفحه 372 373 خیلی خوب بیان کردند. میگن که و متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. خوب گوش بکنید. هر وقتی که عالم ترک بکند علم خونده اش از کتاب الله و سنت رسول الله، علم خونده اش رو، همون علمی که از قرآن و سنت آموخت، زمانی که عالم هم ترک بکند و تبع پیروی کند، متابعت بکند، اطاعت بکند به حکم حاکمی که مخالف به حکم الله و رسول است، این آدم حکمش چی است؟ مرتد است، کافرا، کافر است، یستحق العقوبه، مستحق عقوبت و جزا است در دنیا و آخرت. علما در خطر بزرگ است. علمایی که اطاعت طاغوت ها میکنه در خطر بزرگ است. و امروز یکی از خطر بزرگ به طالب علم و علما همین خطر شرک در طاعت است. اطاعت در کفر شرک. اطاعت به کسی میکنن که همون شخص مخالف شریعت اسلام کار میکنه. حلال الله حرام، حرام حلال گفته. باز همون دفاع کنی، راضی شوی، اطاعت بکنی، چی میشه؟ کافر مرتد میشه. شرط نیست که در این مسئله کسی بگوید که نه حجت باید رسانده شه، نه، بلکه این عالم است، همه چیز میدونه. بار دیگر سخن ابن تیمیه را ببین در کتاب مجموع الفتاوی و سخن ابن تیمیه را به عربی و من ترک العالم و متى ترك العالم ما علمه من کتاب الله، زمانی که عالم علم آموخته کتاب سنت یک طرف میگذارد و پیروی از حاکم میکند که حاکم مخالف حکم الله حکم میکند و مخالف حکم رسول الله حکم میکند، کافر مرتد است. در دوامش میگن که الله سبحانه و تعالی گفت الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا، پیروی بکنید با اون چیزی که الله به شما نازل کرد، پیروی بکنید با قرآن، پیروی کنید با سنت، زیرا که قرآن و سنت الله فرستاد. ولا تتبعوا، پیروی نکنید بغیر این به دیگر چیزی، پیروی نکنید بغیر قرآن و سنت، با اولیای خودتون گرفته با طاغوت ها پیروی نکنید. قلیلا ما تذکرون، کم میفهمید، کم یاد رسید. سبحان الله. در دوامش ابن تیمیه رحمه الله میگن که ولو ضرب و حبس و اوذی بانواع الاذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله بهذه فإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. ببینید اگر یک عالم زده شود، حبس کرده، ترمه کرده شود، اذیت داده شود به نمودهای خیلی گوناگون عذاب، به خاطر اینکه همون از قرآن و سنت چیزی آموختش را ترک بکند، یعنی به خاطر این اذیتش بدن که تو دین ترک بکن، تو توحید ترک بکن، گفته اذیتش بدن. پس در این حالت میگه، در همین حالت هم میگه برای این واجب است که قرآن و سنت را پیروی کنید و به این درست نیست که پیروی از حکم غیر الله بکنید. اگر در همین حالت پیروی از حکم غیر الله بکند هم به عذاب الله گرفتار میشه. پس برای این آدم چی است میگن؟ واجب است که صبر بکند به همون اذیت، زیرا که این سنت الله است به انبیا و پیروان انبیا. یعنی سنت الله به انبیا و پیروان انبیا چی است؟
اذیت شدنشون است. چه که همه انبیا اذیت شدند. یهودی ها چقدر پیامبران را به قتل رسوندند. حتی در بعضی روایت ها اومده است که یحیی را به اره بریده قتل کردند، بریدند، دو نصف کردند، قتل کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواستند که سخن حق یحیی نگویند. پیامبر ما صلی الله علیه و آله نتکوب شدند به خاطر اینکه سخن حق نگویند. این سنت الله به انبیا و هر کسی که پیروی در همین راه است اذیت میکشد، باید صبر بکنید. در دوامش سوره عنکبوت آیات 1 تا 3 نوشتن و خوندن که الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. آیا شما گمان میکنید ای مردم، آیا میپندارید که زمان شما گفتید که ما ایمان آوردیم و موحد شدیم ما دیگر شما را کار نداریم و ترک میکنیم، ما دیگر شما را نمیسنجیم، به فتنه گرفتار نمیکنیم؟ نه، بلکه زمان شما گفتید که ما ایمان آوردیم و مسلمان شدیم الله میگه که ما شما را حتما میسنجیم تا که فهمیم که کدام از شما صادق راستگو در ایمانتان هستید و کدام از شما دروغگو هستید. چه خیلی که پیش از شما بوده قوم ها را سنجیدیم. ای مؤمن، ای موحد، زمان تو دعوا کردی که من موحد هستم الله تو را میسنجد. و بزرگترین سنجش این اذیت کشیدن در همین راه از جانب طاغوت ها، از جانب انمین مشرکین است. خصوصا علما، خصوصا طالب علم ها اذیت سخت میکشند از جانب طاغوت ها. سلف رو نظر بکنید که چقدر اذیت کشیدند. امام احمد بن حنبل رو ببینید که چقدر علما میگن 18 سال در زیر حکومت این مأمون و واثق بالله اذیت کشیدند. البته که ما بندگان ضعیفیم، به الله پناه میبریم و به الله میگیم که ای الله پناه میبریم به تو از ابتلاهای که به سر ما میاد، پناه میبریم به تو، پناه میبریم از خودت به خودت، اعوذ بک منک، ما را حفظ بکن. انا این بود سومین نمود شرک، شرک طاعت. این نمود شرک خیلی منتشر است. بسیار انسان ها امروز نمیدونن که این شرک منتشر است. این شرک اکبر است، ظاهر است، خفی نیست، ظاهر است. الله در قرآن و در سنت در سلف اومد اجماع آمده، هیچ کسی ندانست نفهمیدن، گفتنش عذر نیست. اطاعت کردن به طاغوت، طرفداری اون و غیر اون، همین شرک اطاعت است.